تا زمانی که اون خانم از محکم بودن و قاطع بودن شما مطمئن نشه، هی برای شما داستان درست میکنه. سلام دوستان، سیگما کوچ هستم و این ویدیو شماره 5 ماه هست. در این ویدیو من میخوام درباره این صحبت بکنم که چرا خانم ها در رابطه سرد و خودرأی‌تر و یا زمخت‌تر رفتار میکنن. خب مشخصا این رفتار رو هیچ مرد دوست نداره و هر مردی میخواد که بالاخره خانم با اون خوش رفتار و در واقع رفتار خوبی داشته باشه. خب منظورم از این موضوع چی هست؟ ببینید شما در رابطه یهو متوجه میشین که اون خانم دیگه از شما در واقع حرف شنوایی نداره، دیگه اونقدر نظر شما براشون مهم نیست و کم کم میبینین که در واقع به خودشون اجازه میدن که نه تنها به شما شفاهی بی احترامی بکنن، بلکه مثلا ممکنه به شما بگه که مثلا شما میگین که چرا فلان کارو میکنی، بعد میگه مثلا به تو ربطی نداره یا خودم تصمیم میگیرم. همه این رفتارهای زمخت ریشه در این داره که در واقع احترام شما نزد اون خانم کم شده. خب چی دقیقا باعث شده که در واقع این خانم همچین رفتاری رو در واقع انجام بده؟ ببینید، به خاطر این کار رو میکنه چون از قاطع بودن و محکم بودن شما مطمئن نیست، چون در واقع مطمئن نیست که شما شهامت این رو دارید که ایشون رو ترک بکنید یا نه. زمانی که شما بد اخلاقی و رفتار بد این خانم رو به روشون نمیارید و هی در واقع میگین اشکال نداره، سری بعد شما از دید این خانم مرد مهربونی دیده نمیشید، بلکه یک مرد نیازمند به رابطه، مردی که میخواد به هر نحوی که شده به هر دری میخواد بزنه که اون خانم در رابطه بمونه. و دقیقاً همین که شما در واقع عکس العملی نشون نمیدید، اون خانم به خودش اجازه میده که همچنان رفتار بد رو ادامه بده. چرا؟ چون میگه خب این بالاخره هست دیگه، این منو در واقع هیچی نمیگه، من رو دوست داره و من رو ول نمیکنه، این با من هست. و هی همین باعث میشه که اون بی‌احترامی‌ها بیشتر بشه و تا جایی که خودش در واقع از رابطه میره بیرون. چرا؟ چون میگه خب من به این مرد احترامی قائل نیستم و نمیخوام همچین مردی رو، همچین مرد ضعیفی رو. ببینید در ویدیو قبل نه، بلکه ویدیو قبلیش من درباره این صحبت کردم که در واقع چرا مهمه که مرد نسبت به خطوط قرمزش قاطع باشه. متاسفانه ممکنه که بعضی از شما مخاطبای عزیز کلمه تازیانه رو اشتباه متوجه شده باشید و در واقع گارد گرفته باشین نسبت به من گفتم، باز هم میگم، به هیچ عنوان منظور من از تازیانه خشونت فیزیکی نیست. منظور من اینه که اگر اون خانم با شما سرد و زمخت رفتار کرد، بی احترامی کرد، شما باید بهشون نشون بدید که اون رابطه تمام زندگی شما نیست و احترام شما، در واقع شأن شما برای شما خیلی مهمتر از اون رابطه هست و اگر احترام شما رعایت نشه، شما دریغ نمی کنید از اینکه از رابطه بیاین بیرون. این اون زن میخواد. شما باید برای خانم ترن هوایی ایجاد بکنین. ترن هوایی یعنی چی؟ یعنی شما احساس خرج بکنید به وقتش. به وقتش باید عصبی بشید، به وقتش باید ناراحت بشید و به وقتش خوشحال باشید. اگر شما
حتی وقتی که بهتون بی احترامی میشه خوشحال هستید و اخم نمی کنید، خب اون ترن هوایی برای خانم ایجاد نمیشه و این خستش میکنه. در واقع ایشون از قصد میاد اصطلاحا رو مخ شما میره، از قصد شما رو عصبانی میکنه تا در واقع ببینه آیا شما میتونید ایشون رو سر جاش بشونید یا نه. و اینو در واقع اه، خوا- خواهش میکنم تعبیر منفی نکنید. سر جاش بشونید به این معنی نیست که در واقع شما بزنینش، که نه، بهش بفهمونید در واقع اون میخواد که مطمئن بشه که شما میتونید ولش بکنید. اون خانم در واقع میخواد ببینه که زمانی که به شما بی احترامی میکنه آیا شما جرأت اینو دارین که در واقع توجهتون رو از اون خانم بردارید، یا اینکه نه بازم کیلو کیلو توجه بهشون خرج میکنه، کیلو کیلو در واقع هی ابراز علاقه. عیب نداره تو در واقع با من بدرفتاری کردی، بهم گفتی نمیدونم به تو ربطی نداره ولی بازم من دوستت دارم. ببینید خانم‌ها حالشون به هم میخوره از این رفتار. اون در واقع از شما انتظار داره که اون توجه رو کم بکنید. خب چرا این کارو میکنه؟ مریضه؟ ببینید داره از شما تست میگیره دوستان، داره از شما تست میگیره، بهش میگن شت تست. میخواد ببینه که آیا شما در واقع مرد هستید یا نه، قاطع هستید یا نه، میتونید اون رو در واقع بهش بفهمونی که اگه یک بار دیگه این کارو بکنه شما دیگه نیستید یا نه. اگر شما در واقع توجه رو بر ندارید، دارید بهشون یک پیام واضحی میفرستید. حتی اگر به من در واقع بی احترامی بکنی بازم من دوستت دارم. و شما میگه واو، الان مثلا خانم با خودش فکر میکنه که واو عجب شوهر یا دوست پسر عاشق پیشه ای من دارم. نه، اون تو دلش بهتون میخنده، تو دلش میگه ببین چقدر احمقی، چقدر بی‌عرضه است. عذر میخوام اینجوری میگم، ولی من میخوام که شما در واقع موفق باشین در رابطتون. نمیخوام که در واقع اون خانم یه همچین فکری رو بکنه. تا زمانی که اون خانم از محکم بودن و قاطع بودن شما مطمئن نشه، هی برای شما داستان درست میکنه تا جایی که در واقع دیگه از شما خسته بشه، اونقدر احترام کم شده که دیگه اصلا خودش از اون رابطه میره بیرون. میگه بابا این اصلا چرا اینجوریه، این من هی باش بد حرف میزنم بازم این بهم هیچی نمیگه، ولی بازم هی با هم در واقع خوش اخلاقه، هی بهم کیلو کیلو توجه نشون میده. اگر شما براشون ترن هوایی ایجاد نکنید، یعنی توجه رو بر ندارید، ایشون برای شما ترن هوایی ایجاد خواهد کرد. ایشون برای شما هی داستان درست میکنه، هی در واقع دراما درست میکنه، توجه رو از شما بر میداره. پس شما چیکار میکنید؟ شما اگر بهتون بی احترامی شد، میایین اول توجه رو ازشون بر میدارید، اما این یک بار یا دو بار، دفعه سومین بار شما دیگه باید از اون رابطه بیاین بیرون. ببینید احترام شما مهمتر از هر چیزیه. اگر اون خانم مطمئن بشه که شما از بیرون اومدن رابطه هراسی ندارید، دیگه اون ساید زمخت و سرد بودنش رو به شما نشون نمیده، بیشتر ساید زنانش رو به شما نشون میده، بیشتر لطیف و نرمتر خواهد شد. چرا؟ چون دیگه از محکم بودن شما مطمئنه. همین دوستان، همین. شما نه نیاز هست در مقابل بی احترامی ایشون باهاشون جر و بحث و دعوا و داد و بیداد بکنید و نه در واقع ازش توضیح بخواین که چرا در واقع اینطور رفتار میکنه. نه، شما فقط توجه رو ازشون بردارید تا اون ترن هوایی براش ایجاد بشه، تا اون نشخوار فکری که نکنه شما رو از دست بده در واقع براش ایجاد بشه. و به محض اینکه ایشون متوجه بشه که شما قاطع هستید و به ایشون وابسته نیستید، مطمئن باشین که رفتارش عوض خواهد شد و در واقع به نفع هر دوی شما خواهد بود. اما اگر
نسبت به بی احترامی ایشون شما ریاکشنی نشون ندید، متاسفانه احترام ایشون به شما کمتر و کمتر خواهد شد تا جایی که دیگه خودش خسته بشه و بره و شک نکنید که ایشون خواهند رفت. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و در واقع به کارتون بیاد. تا ویدیو بعدی، بدرود.